در زمانهای دور فرمانروایی زندگی می کرد که خیلی دوست داشت از حال همه مردم باخبر باشد. برای همین یک روز تصمیم گرفت به شهرهای مختلف برود و زندگی مردم را از نزدیک ببیند. لباسی معمولی پوشید تا کسی او را نشناسد. آن وقت به راه افتاد و رفت تا به روستایی رسید. روستا سرسبز و پر از درختان میوه بود. گفت به به، عجب روستایی، چه میوه هایی، چه جای باصفایی. همانطور که درختها و سبزه ها را نگاه می کرد، از دور پیرمردی را دید که روی زمین کار می کند. جلوتر رفت. دید پیرمرد در حال کاشتن گردوست. پیرمرد با دقت گودالی در زمین می کند. دانه گردو را در گودال می گذاشت و روی آن را با خاک نرم می پوشاند. اندر آن دشت پیرمردی دید که گذشته است عمر او ز 90. دانه جوز در زمین می کاشت که به فصل بهار سبز شود. فرمانروا مدتی آنجا ایستاد و کار کردن پیرمرد را نگاه کرد. سپس با تعجب از او پرسید: از این همه کار خسته نمی شوی؟ این کارها کار جوانان است. تازه چند سال طول می کشد تا درخت گردو بزرگ شود و میوه بدهد. با آن وقت هم که معلوم نیست تو زنده باشی. جوز 10 سال عمر می خواهد که قوی گردد و به بار آید. شما درست می گویید. چند سال طول می کشد که این درختان میوه بدهند و شاید هم آن زمان من زنده نباشم. آیا تو از این موضوع ناراحت نیستی؟ چرا ناراحت باشم؟ دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. فرمانروا با شنیدن این جمله به پیرمرد آفرین گفت و به فکر فرو رفت.